آقای آرون افشار گفتن که 300 میلیون نفر منو میشناسن و به زودی میخوام این عدد تا 8 میلیارد نفر افزایش بدم. بگیم بیشترین تعدادی که حالا آرون افشار رو میشناسن شاید به 300 میلیون نفر برسه، ولی وارد چالش جدیدی شدم و دوست دارم به 8 میلیارد نفر برسه. ایشون گفتن که 300 میلیون نفر منو میشناسن، یعنی از هر ایرانی 4 نفر ایشونو میشناسن به طور متوسط. نمیشه که آخه، اصلا منطقی نیست. این 300 میلیون نفر جمعیت، یعنی خارجی هم شما میشناسن. مثلا یه سری آدم تو سریلانکا هستن که راه میره یارو مثلا تو ماشین من در تب و تاب تو هم. منطقی نیست. یه سری آمریکایی دارن مثلا یه جایی داد میزنن I'm in your fever and swing. می درست در نمیاد. ما مثل تیلور سویفت که مثلا رکورد تورای کنسرت دنیا رو شکون، قطعاً بهش میرسم. جدی؟ قطعاً بهش نمیرسی. یعنی من قطعا به شما میگم که تیلور سویفت 8 میلیارد نفر مثلا میشه، شما قطعا به 8 میلیارد نفر نمیرسی. اصلا نمیشه. منطقی نیست. این تنها کسی که چه بدونه تیلور سویفت معروف تر بود مایکل جکسون بود.